من امروز یه دونه زمینی که بهم ارث رسیده بود و فروختم. باشه مغازه کوچولو رو خریدم. الان میخوام برم شروع کنم، استارت کنم ببینم که چقدر پول درمیاد. فولا نانای اصغر و صغرا نانای اکبر و کبرا نانای اکبر و کبرا. واقعا مادر خوبی داری. اول یه ذره وسیله بخرم. والا یه دونه نون میخریم از این یه دونه اسمش یادم از این گندم آرد میخریم. خدایا شکر و ماکارونی، یعنی اینا میگیریم بس ما بفرستیم. خب بس سریع ولش کن. باز میکنیم جعبه رو دونه دونه اینجا میچینیم، اینجا میذاریم. اوکی خدای شکر. روز اولی خدا کنه سود خوبی داشته باشیم. میاد باز میکنیم شکرها رو میذاریم، دونه دونه محصولات رو میذاریم. الان باید مغازه رو الان باید قیمت بذاریم. اول قیمت اینو میذارم میذاریم $3. اینم میذاریم $3. این نونا رو هم میذاریم $3. اینم میذاریم دیگه. خدایی میذاریم $3. تموم شد رفت. افتتاح میکنیم. الا برکت الله. بیاین این برا بازار. اومد اولی مشتری تلال. پشت میز. اوکی منتظر بمونیم. سلام احمد آقا چطوری؟ بشینیم پاش میز. یه دونه از اینا گرفتیم. نه تازه همین نونا رو همین امروز اومد. آفرین بهتون. یه دونه گندم. خب ببینیم $4. بفرمایید $4 بر شما. خداحافظ شما. سلام رقیه خانم با شوهرش اومده. اوکی رقیه خانم با شوهرش بیان خرید کنین. آفرین. اوکی وسایلتون رو گذاشتم. کارتوکش با هم نمیخواد خرید کنین. قهرین مهم نی به درک. اوکی بفرمایید امروز خواهی داره برین. از این پولم میگیرین. خداحافظ شما. اکبر آقا چطورین؟ آقا سلام علیکم. شما چطورین؟ پول چقدر در میارین؟ چیکار میکنین؟ پولدار شدین؟ نه بیت کوین نات کویناتون رو فروختین؟ آره پولدار شدین. ولش کن. خداحافظ شما. تو قبل نه ولش کن. با هم سودامون نمیکنیم، کارامون نمیکنیم. یه ذره خرید دیگه بکنیم. از این آشغالا بخریم. اون از اینا هم خریم بیارن واسمون. بهتر مغازه جنساش بیشتر بشه. تازه یادم رفت وای باید برم چی هم بدم مالیاتو. خدایا شغل سخته. من مرد کار نیستم. جان شکر خریدین؟ خب شکر رو برمی داشتیم میرفت. حروم زاده من چجوری بدم؟ $50 این بر 50 20 90 97 5 تا 2 تا هم از این. خداحافظ شما یه دونه از این پول نقد ندین. ای بابا کارت میکشین. 5 تا این بر 20 سنت هم این بر. خداحافظ شما چی؟ یه دونه از اینا کارت میدین. اوکی 5 و 90 خداحافظ شما. این کارت رو تخفیف دهن ما سرشته. خداحافظ شما. من برم ببینم چه خبره اینجا. چه قیمت اینجوری هم اینا زیر قیمت بازارن الان. من نمیدونم $0 میزنیم $5. بابا $5 قیمت اینا سوال $5. فکر کنم ضرر کردیم. میایم این قسمت یه دونه مالیات رو باید بدیم. الان یه دونه بریم اینجا مالیات و اینا که خدا رو شکر هنوز نیومده. خدا رو شکر مالیات ها رو ندادن. بشینیم یه بسته نون. آره نونا همین امروز اومده. آره خانم عروسی. دیشب عروسی بوده. دیشب عروسی بودین. اوکی یه دونه از اینا. خداحافظ شما. منتظر باید بمونم. رقیه و پسرش اومدن اینجا. رقیه خانم پسرش. آفرین. آره بابا اون نونا امروز تازه گرفتم. میخوایم با مادرتون کیک بپزین. آفرین بهتون انتخابای خوبی کردین. اینجا یه دونه 20 یه دونه 10 یه دونه 5 2 تا این. خداحافظ شما چی میشی؟ اوکی کارت
یه 13 حل. خداحافظ شما خداحافظ شما خداحافظ شما خداحافظ شما خداحافظ شما خداحافظ. سلام منو به پدر محترمتان برسانید. مهربونتون. آقا بیا این ور بازار گندمای تازه آوردم نون تازه. آقا بیا این ور بازار گندم نون تازه آوردم. بیا این ور بازار بیا این ور بازار. آفرین سری آرکو آفرین اومد بابا آفرین. اینجا بیاین. من سوپرمنم قدرتیات دارم. اوکی اینو میگیریم یه دونه از اینا. دمتون هم گرم. یه کارت نیسته. خداحافظ شما خداحافظ شما. سلام من به زن بچه‌تون برسونیم. یک دونه کارتم 13. تمام خداحافظ شما. یک دونه مکان خوشگل بسازم که بتونین در آن خرید بکولین. آیان ببخشید من معذرت میخوام. جدید اومدین اینجا با زنتون جدید اومدین اینجا. چشم خداحافظ شما خداحافظ شما خداحافظ شما. خب این اکبر آقا سلام چطورین؟ آقا بیاین رایگان این همه رایگان بهتون میده. آقا اون زنتون آخرین بار خیلی ما لطف کرد. اون دفعه ما نون نداشتیم غذا نداشتیم آب نداشتیم به ما غذا داد. دمتون گرم بابا. اگه شما نبودید من تا حالا مرده بودم بابا. دمتون گرم. آره یه دونه مغازه زدیم اینجا کوچولو. آره بابا خداحافظ شما خداحافظ شما خداحافظ شما. من اینجا برم رو درود بابا. سلام یه دونه کلن خداحافظ شما. اوکی خداحافظ شما خداحافظ شما. کارت میکشین. اوکی یه نو خداحافظ شما. سلام منو به زن بچه شوهر و بچه گرامیتون برسونید. خدا انقدر زن بچه گفتم دیگه. اینو میگیریم اینو میذاریم تغییر دیزاین میدیم. حل بریم. وای سلام میام جان از اینا خریدین. حل پولو بدین ببینم. خب هیچ خداحافظ شما کامل پولتون کامل. بله یه چند تا چیز بخرم اینجا که نکنم میشه. اینجا که مالیات رو میدونید. میخوای خرید کنید شما؟ آقا میذاشتیم من میرفتم این محصولات جدید میومده. این واسه صبح. آره خداحافظ شما خداحافظ شما. اینا چی این چی یه دونه خرید. اوکی از این که اینجا جان بفهم. اینجا کارتو میکشیم $6 بفرمایید. خداحافظ شما. شما یه دونه ماکارونی خریدین. اوکی نه 50 برو من امروز مهربون شدم. حالا خداحافظ شما. خداحافظ شما خداحافظ شما. روز اول تموم شده شاخ چون بذار سودار حساب کنم. اوکی بچه‌ها سودار حساب کردم $120 سود در آوردم. جدی میفرمایی؟ اوکی سود آره سود خالص. همه چی غارت کردم. بعد یه چیزای جدید بخریم. اوکی بریم پشت میز. یک ذره یه دونه از اینا میخریم. یه دونه از این میخریم. یه دونه از این. یه دونه از این. یه دونه از این. یه دونه از این. الان همشون میاد اینجا تو قفس‌ها بذاریم. عشق
خب شروع میکنیم. الا برکت الله. بفرمایید اینجا بفرمایید. جنسای تازه آوردم همین امروز صبح مغازه باز. بفرمایید. علی خدایی فکر کنم تا آخر عمر همین یه دوچرخه یار من باشه. بریم. اما بیا. آره بابا اینجا جنس تازه بردن. بیا آقا بیا جون هر کی دوست داری بیا. جون پدرت بیا. من فقیرم. کذاب مادر. آقا شما میخوای خرید کنی؟ آره بفرمایید. اینجا جنس تازه فرد الله همه چی عالی. هم مرد تازه هم امروز خریدم. جون. آها یه دونه روغن تو جیبت میکنی. آها دست بر منطقی. یه دونه از این دو تا روغن خریدیم. میخوایم با روغنا چیکار کنیم؟ مهم نیست. مشکوک بزنه. ولش کن مهم نیست. مغازه رو نبندیم پول در بریم بزنه. سلام چطورین؟ بابا دیروز اومده بودیم خرید باز تموم کردیم. مهم نیست. بفرمایید. من جنس تازه تر آوردم. یه تیکه نون یه تیکه روغن فهمیدمتون. از این فلت شد 7 خداحافظ شما. بله خداحافظ شما. یه دونه از این یه دونه این روغن شکر آشغال هر چی میدونیم که $13 دمتون. یعنی خداحافظ. سلام خانم میخوای خیار بدم بخوری؟ خیاره تازه بردن این پشت اینجاست. یه آروم زیاد درد نداره. خوش نه هلش کن. $12 اینجا بفرمایید. خدا بکن شد. اوکی اوکی $1 چرا 50 دادی اما 9 میدادی دیگه خدایا. اوکی یه آقا بیا این ور بازار. جنسای تازه آوردم. آقا بیا این ور بازار. من مالیاتمو بدم. بریم مالیات بدیم. این چیه؟ بریم مالیات بدیم. مالیات نبریدم برام. زیاد مهم لگیم شد. مهم نی. بدیم من اینجا واسهتون حساب میکنم. 2 تا نون. اوکی. این از این قیمت از این 50. یه 2 تا 20. یه از این یه دونه از این درست دادم دیگه. اشتباه شد من معذرت میخوام. بریم بعدم زر دادم. بیا برگرد. آفرین 2 تا نونتون کارت دادی. آفرین $6. خداحافظ شما. دو تا دمتون گرم. کارتو بدیم. من فلج شدم امروز. من واقعا ببخشید. $17. خداحافظ شما. بله خداحافظ شما. ای بابا یه دونه از این دمتون شما هم گرم. $3 پول. خداحافظ شما. سلام چطورین آقا بفرمایید. اوکی کارت. خداحافظ شما. اوکی $1. خداحافظ شما. امروز فلج شدم همه چی دم اشتباه میزنم. پولای خوبی در آوردیم. با پول بریم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. ما مغازه رو آپگرید کنیم. 4 لول 4 میتونیم بگیریم. مهم نیست. چرا میگم آپگرید؟ تو مغازه رو ارتقا میدیم دیگه. با ببینیم امروز دیگه چی کار میشه کرد. اینجا چیز نمیشه که خرید کنیم. ببینیم مثلا یه دونه اینو بخریم. یه دونه اینو میخریم. یه دونه اینم میخریم. حل. یه دونه اینجا خریدم میزنیم. حل. چشم. کار. اوکی. خداحافظ شما. میتونه از این. همه شما هم گرم. 15 تا. اوکی.
مطمئنم اینجا رو سانسور میکنم، نمیذارم چون که زر زیاد میزنم. خب محصولات جدید آوردیم. یه دونه از اینا باز کنیم بذاریم اینجا، این ورم بذاریم. این نونا هم که اینجا میذاریم، نونا که اینجا گذاشتیم. یه دونه اینجا این هم باز میکنیم. الان میام. یه دونه اینا هم میذاریم، این ورم اینا رو نشینیم، آر میذاریم، جعبه پرت میکنیم. جان 2 تا از اینا، چشم، پول $1. خداحافظ شما خانمای عزیز. چپ شده دیگه، اینا رو بدیم. پول $4 این و خداحافظ شما. ای بابا من فکر کردم تموم شد. شما مادرتون بوده. خداحافظ شما خانم نیگریه. اوکی نیگریه 2 تا. خداحافظ شما. من برم لامپ ها روشن کنم چشام در من. چش خداحافظ شما. اینو بده. خداحافظ شما. خداحافظ شما. نه $3 که پولی نی بابا زنتون. خداحافظ شما. ای پول میدن. خداحافظ شما. اوکی خداحافظ شما. خداحافظ شما. ای بابا. آقا شما آخرین، خانم شما آخرین مشتریمونین. در میبندیم. شیف سرجان چش. یه دونه این قسمت، یه دونه این صفر. خداحافظ شما. برم خونه. من یادم رفت بقال خاموش کنم. وای دوچرخه دارم. چه بوده؟ خداحافظ شما خانم نیگریه. اوکی نیگریه 2 تا. خداحافظ شما. من برم لامپ ها روشن کنم چشام در من. چش خداحافظ شما. اینو بده. خداحافظ شما. نه $3 که پولی نی بابا زنتون. خداحافظ شما. ای پول میدن. خداحافظ شما. اوکی خداحافظ شما. خداحافظ شما. ای بابا. آقا شما آخرین، خانم شما آخرین مشتریمونین. در میبندیم. شیف سرجان چش. یه دونه این قسمت، یه دونه این صفر. خداحافظ شما. برم خونه. من یادم رفت بقال خاموش کنم. وای دوچرخه دارم. Day 2. آخه روز بعد شروع شد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. انگام کشتیگر رو همه چی که داریم و جنس رو همین دیروز خریدیم. مغازه رو باز میکنیم.
خدا شکر. بیا این بر بازار، بیا این بر بازار، جنسای فرد علا، روغن تازه. بیا این بر بازار. ببینم که میتونم مغازه رو یه ذره بازتر کنم، دیوارها رو بخرم. نه نمیشه. این بر مالیات رو بدم، این اجاره رو هم بدم. حل. قیمت $350. بچه یادتون باشه $350 بده چه که بیاین این بر بازار. در باز کردم دیگه. برای مشتری حل. جنس خوبی خریدین، تازه همین امروز اومده. خداحافظ شما، خداحافظ شما، خداحافظ شما. واقعا شغل سختیه ها. من اصلا سخت‌تر از این شغل من ندیدم تا حالا. خیلی شغل سختی، پر دردسر، ریسکش هم بالاه. ریسکش هم بالاه، زر زیاد میزنم من. آره بابا قیمت همه رفته بالا. آره خداحافظ شما، خداحافظ شما. کارت $3 خداحافظ شما، خداحافظ شما. الله بفرمایید بفرمایید. آره بابا روغنا تازن، اینا هم تازه است. بله بله خداحافظ شما، خداحافظ شما بابا، خداحافظ شما. پول نده خدا. از این 80 خداحافظ شما. روغن اینم از این. کارت 22 حل. این از این کارت 3. خداحافظ شما. یه روغن اینجا روغنمون داره تموم میشه. به فنا رفتیم، باید بریم روغن بخریم. 13. خداحافظ شما. روغن رو بخریم و قربش کن که دارم میام. یه روغن و اینم از اینو واسه من بفرستم، من برم بردارم. روغن رو میذاریم، جبر میدازیم سطل آشغال، برمیگردیم و میستیم داخل. اوکی یه دونه از اینا. آره نیلا تازه اوکی 14. خداحافظ شما. $14 شد. بله بله روغن خریدین. آره بابا روغن همین الان رسید دقیقا. یه دونه 20 یه دونه 5 یه دونه 1. خداحافظ شما، خداحافظ شما، خداحافظ شما، خداحافظ شما، خداحافظ شما. آخ جون از اینا یه دونه از اینا، یه دونه پول، یه دونه اسکیپ. خداحافظ شما، خداحافظ شما، خداحافظ شما. اوکی $5. خداحافظ شما. مغازه رو باید آپگرید کنیم. بله بله یک دونه اینجا 350. قیمت ها رو زیاد کنیم کسی نمیفهمه. کسی میفهمه؟ نه بابا کسی نمیفهمه. اینو میکنیم 5. اینو میکنیم 5. بودن. اینو میکنیم 5. گرونه ناراحتیم شما. باشه کسافت اما $3 خوبه. ای خدا ضرر دارم میکنم. اینجا این پول حله. این از این اینم 5 اینم شو حله. خداحافظ شما، خداحافظ شما. خدایا خداحافظ شما. آقا میخوام یه دور از این چالشا بره. پول بده. اوکی پول دادی؟ ای بابا $0 بود که. خداحافظ شما. کارت بدی؟ و از این چالشا یه سنت میخواستم برم. آقا بیا این ور بازار. آقا بیا این ور بازار. جنسای فرد علا خوب. ببینم. ای خدا 350 هدفمون. بیا اینجا ای خانم خوشگل. اینجا یه دونه نون. کارت 6. خداحافظ شما. پیش خدمتین.
از خونه و زن بچه‌تون می‌خواین نون ببرین بدون 50 خداحافظ شما. مدل جدید لباسشون این شکلیه. خداحافظ شما. هم لامپا رو روشن کنم در شب بشه. برو ای بچه جونی، برو بچه جونی. Mamma mia, mamma siete carcella. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. خسته شدم من چرا از اون شهر همون شهری که آن رو یار دارد آی بله من سرما به آمریکا غاز دارد آی بله. بفرمایید شما از سی جی از دیتی سن آندریاس اومدین؟ بگو دیگه از دیتی سن آندریاس اومدین بابا. مشتریشیم چیه؟ چی دارم میگم ولش کن. آقا نون و روغن و باگت همش کنشر خداحافظ شما. روغن بدون نون کال آف دیوتی بازی میکردیم دیگه. بده من این نون یادولا. خداحافظ شما. آقا بیا اینجا یه جنسای خوب داریم اینجا. آقا من باید همین امروز پولم برسم بابا. امروز روز آخر اگه پولم ندادم چی میشه؟ ببینم پول دادم کرایه رو دادم دیگه. امروز دادم کرایه چیه؟ اجاره. این از این پول. خداحافظ شما. در رو ببندیم، آقا خاموش کنیم و سوار دوچرخه شیم و بریم. آقا من والا پیشیم زغالیه، پول بده برم خوب بخرم.